سال 1945 در یکی از آزمایشگاه‌های شلوغ آمریکا مهندسی به نام پرسی اسپنسر کنار دستگاه عظیم رادار ایستاده. صدای وزوز دستگاه‌ها فضا را پر کرده. جنگ جهانی تازه به پایان رسیده بود. اسپنسر دستش را در جیبش برد تا شکلاتی بخورد، اما چیز عجیبی بود. شکلات ذوب شده بود. نه آفتاب بود، نه اجاقی روشن. فقط امواج نامرئی رادار. اسپنسر مکث کرد. لبخند زد. همانجا فهمید که این اتفاق ساده یک کشف بزرگ است. او آزمایش کرد. ذرت‌ها ترکیدند. غذا گرم شد. ایده انقلابی شکل گرفت. گرم کردن غذا با امواج مایکروویو. چند سال بعد نخستین اجاق مایکروویو با نام ریدرنج ساخته شد. غولی فلزی به قدی نزدیک به یک انسان، وزنی بیش از 300 کیلوگرم و قیمتی که فقط رستوران‌ها توان خریدش را داشتند. اما زمان این غول را رام کرد. در دهه 60 مایکروها کوچکتر شدند، در دهه 70 وارد خانه‌ها شدند و خیلی زود به یکی از صمیمی‌ترین وسایل آشپزخانه تبدیل شد. همه چیز از یک شکلات آب شده شروع شد. اشتباهی کوچک دنیا را سریعتر، گرمتر و راحت‌تر کرد. ناگفته ها زیاده، پس بزن فایل رو.